یکی از بهترین روش‌های پیوند گردو پیوند زبان انگلیسی هستش. پایه ها رو به صورت اورید می‌بریم و از قلمه هم اندازه جهت پیوند استفاده می‌کنیم. از وسطش یه برش میدیم، پایه هم همینطور و جا میندازیم قلمه رو به این شکل. باید سعی بکنیم قطر پایه و پیوندکمون یک اندازه باشه. درصد گیرایی پیوند زبان انگلیسی خیلی بالاست، چون از 8 جهت با خود پایه تماس داره. اطرافش هم بگیرید بزنم از این طرف. خب این یکی رو الان پیوند بزنیم. کسی دیگه نبی نه الان داره نمیشه.